10 روز 10 دلیل شروع نکردن بیزینس آنلاین. روز دوم. وقت ندارم. هممون این جمله رو گفتیم، ولی شاید وقت نداشتن همیشه چیز بدی نباشه. شاید داری با تمام توان زندگی میکنی، آدم‌هایی برای دیدن و جاهایی برای رفتن، ولی واقعا اینا همشون قشنگه. اصلا همین شلوغی زندگیه که زمان اینقدر سریع میگذره. اصلا کی چطور شد سال 2025 الانم که اکتبرشیم، من که اصلا نفهمیدم. ولی یه چیز ساده رو باید حتما به خودمون یادآوری کنیم. این روزهایی که داره میگذره عمرمونن. شاید فکر بدی نباشه یه روز بشینی مثلا همین الان یه کاغذ و قلم برداری، کارهایی که توی روز انجام میدی واقعا چی هستن، اولویت‌های زندگی تو مشخص کن و این وقت داره کجا هدر میره، کجا داره استفاده میشه. با خودت فکر کن، ببین این کارهای روزانه با اهداف بزرگترت یکی هستن، هماهنگ هستن یا نه. با خودت صادق باش. اگه زیاد تلویزیون میبینی یا ساعت‌های زیادی توی گوشی هست، شاید بتونی بخشی از اون زمان رو برای ساختن یه چیز بزرگتر بذاری. کاری که بعد از مدتی تلاش و پشت کار نه تنها زمانتو پر نکنه، حتی زمان آزاد بیشتری رو بهت بده. یکی از مهمترین دلایلی که من این مسیر رو خواستم امتحانش کنم این بود که می‌خواستم تمام طول روز دست خودم باشه و برای هر کاری دوست دارم وقت داشته باشم. پس اگر الان وقت نداری، به جای اینکه ازش به عنوان یه بهونه استفاده کنی، میتونی تبدیلش کنی به یک دلیل قوی برای شروع و ساختن همون لایف استایلی که واقعا دلت میخواد. من سمیه‌ام و تو پیجم از بیزینسم میگم و اینجام اگر خواستی این مسیر رو شروع کنی که بهت نشونش بدم.